امام بخاری روایت میکند از انس ابن مالک لم یکن احد اشبه برسول الله صلی الله علیه و سلم من الحسن ابن علی. هیچ شخص در دنیا به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از حسن فرزند علی شبیه‌تر نبود. و این جوانمرد بسیار حلم و بردباری داشت. بعضی به غیرت ها و به حمیت ها وقتی که ای خلافت سروری غلطی به طعنش میزدن، ملامتش میکردن، اما بسیار حلیم بود، بسیار بردبار بود. ابن کثیر روایت میکنه که در مدینه منوره باره با مروان ابن حکم گپاشو گریخت. مروان ابن حکم والی مدینه بود. مروان ابن حکم سیاست بسیار کرد، دستش همین خیل کرده، به دست راست اشاره کرده، آرام است میگه. وقتی که ای حد گذرون با گفت وای حق، وای به حال گفت ای مروان خوب در سر. اما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الیمین للوجه والیسار للمقعد. تو مگر سخن پیغمبر نشنیدی که حضرت گفت دست راست برای روی، دست چپ برای قفا. و خون از وقت اخورت بکنی اخلام به دست چپ اخورت که به دست راست نکن. چنان تأثیر کرد مروان ابن حکم که دیگه خاموش شد. تا وقت امام حسن زنده بود چیلش نمیگفت. وقت امام حسن از دنیا گذشت سال 49 هجری و بعد روایات اومده است که حضرت امام از زهر دادند و این زهر یک بار نه چندین مراتبه کم کم دادیند. و اکثر محققان میگن که شخصی که به امام حسن زهر داده است زنش به جعده بنت اشعث ابن قیس. به هر وجه امام حسن در عین جوش و خروش جوانی در سن 56-58 سالگی از همون زهر که به طعامش داده بودن از دنیا گذشت. و وقتی که از دنیا گذشت مروان ابن حکم زار گریست. امام حسین گفت که آخه تو بدبخت همون کسی نستی که با امام حسن جنجال کرده بودی، دعوا کرده بودی؟ گفت بله من با کسی دعوا کردم که حلم و صبر و بردباریش از همه کوه احد بزرگتر بود. یکم سخنم نگفت. بعد یکم بار شنیدی که من با امام حسن دعوا کرده باشم؟ نکردم. بسیار حلیم بود، بسیار بردبار بود، بسیار بزرگ مرد بود. در روایات اومده است بار میگه همراه رفیقاش نشسته بود. امام حسن بسیار زیبا لباس بود، زیبا صورت بود، بهترین لباس می پوشید. شکل و صورتش به حد زیبا بود که دشمنان می دیدن حتی حسد می بردن. یک مرد از مردم شام به مدینه آمده بود برای زیارت روضه پیغمبر. دید اون معرکه را او جوان زیبا را گفت این چی کس است؟ گفتن این حسن است پسر علی. از حسد و کینه نزدش آمد پدرش و خچه دشنام داد. همین بدگهر دشنام داد. امام حسن گفت به فکرم تو مسافر هستی؟ گفت بله. جای خواب داری؟ ندارم. بیا گفت بریم. دفی بیهوده را چکار میکنی؟ تا ای سفر اومده گرسنه ماندگی، در این باد هوای گرم اوضاع به جا شدگی، عصبات خراب شدگی، بیا گفت برای من بنان و طعام مهمانت بگیرم، انشالله خونه هم نکو، خونه در جات میکنم. آورد همون شخصی را که پدری بزرگوار دشنام داده بود، خودش دشنام داده بود، براش شرایط مهیا کرد که دیگه بنده خاک پاش شد، محب امام حسن گشته بود. همون شخص حلم و بردباریش به همین درجه را میرسید حضرت امام. واقعا شخصی بزرگ سید است. پیغمبر خدا گفت ابن هذا سیدون، ای پسر من گفت سید است. حضرت ابو هریره در کجای میدید میگفت السلام علیکم یا سیدی، سلام بر تو ای سیدی من. به ابو هریره گفتن اوه چه سیدی تو است، تو غلام نباشی که ایت را آزادت کرده باشه. گفت من از زبان گوهربار پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفت این فرزند من سید است. سید که باشه پس سیدی ما است. گفت در حدیث های صحیح اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه.
و ابوهما خیر منهما. امام حسن و امام حسین سید جوانهای جنت هستند. سرور جوانهای جنت امام حسن و امام حسین هستند و پدرش علی از هر دوش بهتر است، زیرا پدرش است. حدیث امام حاکم در المستدرک به شرط شیخین روایت کرده است و امام ذهبی در تلخیص با او موافقت میکنه. حدیثی صحیح است. صحابه های پیغمبر بسیار دوستش می‌داشتند. از حضرت امام جابر روایت میکنند در صحیح ابن حبان آمده است که حضرت گفت من سره ان ينظر الى سید شباب اهل الجنه فلینظر الى حسن ابن علی، الى الحسن ابن علی. هر کسی که در همین دنیا میخواهد سرور جوانهای جنت ببینه، مرحمت حسن پسر علی را ببینه. این همین سید جوانهای جنت است. و این شخصی بزرگ وقتی که از دنیا میگذشت به دادرش امام حسین وصیت کرد. دادر جان گفت مبادا قصاص من طلب نکنی، مبادا شخصایی را که به ثبوت نرسیده است قاتل بدن شو، با اونا دستی جنگ و نزاع بداری. من گفت فردا روز قیامت از قاتلای خودم حق طلب میکنم. در حضور پروردگار بزرگ از قاتلا خودم شخصا گفت حق طلب میکنم. و همین شخص بزرگوار در سال 49 هجری از دنیا گذشت. امام حسین خواست که در پهلوی باباش در داخل حجره بیبی عایشه گراندش، زیرا همجا یک موضع خالی هسته. به نزد بیبی عایشه مادر مشخ فرستاد. بیبی عایشه رضی الله عنها اجازت داد. از حسن بالاتر گفت کی است. اما مروان ابن حکم همراه بنی امیه که در مدینه میزیستند همه سلاح پوشیدند و به اسب سوار شدند. گفتن قسم به خدا نمیگذاریم که امام حسن در اینجا گرانده شود. چی رقم شده است که عثمان خویش ما در قبرستان بقیع گرانده شده است و امام حسن هم یاره شما در اینجا میگرانه در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و همه بنی امیه مانع شدند، نگذاشتند که امام حسن در نزد باباش گرانند. حال امام حسن وقتی که همین وصیت کرده بود زنده بود، وقتی که دشمنی و عداوت اونا به گوشش رسید، خدا هم ببینید چه حلم و بزرگواریش داده است. گفت یا حسین در بقیعه، در قبرستان بقیعه بر در نزد مادرم بگرانم. من نمیخواهم که مرگ من سبب نزاع و جنگی بین مسلمانان شود. خیلی که در زندگیم نخواستم که بین مسلمانان به خاطر حاکمیت و آبرو و عزت دنیا جنگ و نزاع شود، همچنین نمیخواهم که مرگم سبب جنگ و نزاعی بین مسلمانان شود. ای کاش همه جوان مردای ما هم عقل فراست هم می داشتن. ای کاش که صلح صلاح ما از رفاحت خود، از وظیفه و منصب خود، از دنیای خود بالا میگذاشتیم. قسم به خدا در این صورت مسلمانان به تمام سیادت و به تمام بزرگی ها می رسیدند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. واقعا اگر علم و دانش در دست شخص نوبکار افتاد، وای به حال مردم، وای به حال مردم که این بدبخت نوبکار فتنه های زیادی به سر مردم میارد. حضرت مولوی روم نصیحت میکند بدگهر را علم فن آموختن، دادن تیغ به دستی راهزن. همین شخصی بدگهر احمق ناکس وقتی صاحب علم فن می شود، این مسئله ابلهی را میماند که در دست یک راهزن شمشیر را دهد، یعنی به دست خود قتل خودش آماده کند. تیغ دادن در کف زنگی ایم است، به که آید علم ناکس را به دست. از همین در دست ناکس افتیدن علم دانش دیده، تیغ در دست یک زنگی مست الست افتاد، برای مردم خوفی کمتر دارد. علم جاه و علم مال و منصب و جاه و قرآن، فتنه آرد در کفی بدگوهران. آنچه منصب میکند با جاهلان، از فضیحت
کی کند صد ارسلان. این مذهب آدم چنان تغییر میده، چنان دگرگون میکند، مخصوصا که اگر او آدم عاقل نباشد، یکم آدم شهرتجو و شهرت طلب باشد، این بدبخت یک اژدهار میشود. یا زیان و ضررش به مردم خیلی زیاد میرسد. تصور کنید، یک مثال عادی براتون میگم که حتی اگر ناظر منطقوی در یک محله یک شخصی همتری شهرتجو و جاهل باشد، چقدر به سر مردم عذاب میآید. اما اگر شخصی صالح باشد، جان مردم دمیدگی است. در حق انور جان ناظر منطقوی محله من دعا میکنیم که خداوند از جمیع بلاها نگهبانش باشه، که واقعا شخص صالح است و برای محافظت محله و برای نگه داشتن ترتیبات محله سعی تلاش زیاد میکند. خدا نگهبانش باشد. ببینید آنچه منصب میکند با جاهلان، از فضیحت کی کند صد ارسلان. عیب او مخفی است چون آلت بیافت، مارش از سوراخ در صحرا شتافت. او خانه ساخته مار، مسئله مار را میماند. و وقت امکان علاج یافت، از همون شکافش خارج چیده در صحرا برآمد. زیان و ضررش به همه میتونه برسد. حکم چون در دست گمراه فتاد، چاه پین دارد در چاه فتاد. اگه حکم در دست ابو جهل که غلطید، دیگه چی طمع دارید؟ چاه در درون چاه زد. شاید اگر جای ابو جهل یک شخصی خوب گوهر میشد، یک آدم صالح میشد، خوب میشد، شاید یک نصیحت بکرد که باعث نجات قریش در ابتدا بشه. میگفت بیایید بچه ها از این جان کندن اسلام بیاریم، مسلمان شویم. آخه خانه تو بسوزه که این قدر معجزه‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدید، تو این درجه شما کور هستید. احمقان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. تبلک نغاره در دستی احمقا، در دستی ابو جهل ها و عاقلا و شخصان بزرگ بندگان خدا سرها در گلیم کشیدگی، مثل محمد صلی الله علیه و سلم بیچاره خلوت کار میکردن. خان مزمل حق نبی راز این سبب، که برون آی از گلیم ای بلحرب. سرمکش اندر گلیم رو مپوش، که این جهان جسم سرگردان تو هوش. از همین خاطر میگه خداوند یا ایها المزمل، گفت به پیغمبرش ای جامه در سر پیچیده، بخی قوم، بخی ایجاد. توقیت دنیا را در دست جاهلا و احمقا میگذاری. این دنیا مثل یک بدن است، بدنی بی سر و بی عقل. عقل سری این دنیا تو هستی، بخی مردم نجاته. تا اینان همچون سگان بر بدری تو، بانگ میدارن سوی صدری تو. این طعنه زنان مثل سگ هستند که عکاس میزنن، تو یک ماه تابان هستی، این سگ کجا و ماه کجا آخی، به همون نوری محتاب عکاس زدستیان. این سگان کرند زمری انسیتو، از صفی وعوع کنان بر بدری تو. این خانه سوخته که سگا کرن، امری انسیتو را نشنیدن که خداوند امر کرد اطاعت کنید، خاموش باشید، گوش باندازید به محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که قرآن نزد شما تلاوت میکند. نه تو گفتی قاید اعما براه، صد ثواب و اجر یابد از اله. ای حبیبی خدا محمد، آخی از بشارت های توست که کسی که قاید کور است، یک آدم نابینا را دستش میگیرد از یک ره میگذراند، یا یک آدم نابینا را دستش میگیرد به مسجد میارد، صدها اجر ثواب از خداوند متعال اخذ میکند، کسب میکند. هر کی او 40 گام کوره را برد،
گشت آمرزیده و یابد رشد. ای حبیب خدا، مگر تو ما را بشارت نداده که هر کس شخصی کور همین 40 قدم ببرد جنت بر او واجب میگرده، خداوند در جنت المأوا مستقرش میگردونه. پس بکش تا زین جهان بیقرار، جوق کوران را قطار اندر قطار. پس ای حبیب خدا، این دنیا همه کورند، همه نابینان، همه از حق دورند. پس این جوق کورا را، این سینه کورا را قطار قطار بکش، نجات بده. کاری هادی این بود، تو هادی ماتمی آخر زمان را شادی. تو هادی امت هستی، هادی بنی بشر هستی. انمی کاری هادی همی است که تو کورا را بکش ببر، به شخصان رهگم راه هدایت، راه حقیقت نشان ده.